سلام به هنرجویان عزیزم. توی این جلسه یاد میگیرید که خیلی راحت با استفاده از یه بشقاب خودتون نقاشی روی پارچه رو انجام بدید و در واقع طرح رو انتقال بدید روی پارچه. توی این روش نیازی به استفاده از کاربن یا طرح‌های آماده ندارید. طرحی که من اینجا در نظر گرفتم یه شیر هست و برای همین از بشقابی استفاده کردم که اطرافش حالت چیندار داره. برای گردی وسطش از یه بشقابی که حالا یکم حالت مربعی داره استفاده کردم و حالا این به سلیقه خودتون میتونید هر چیز دیگر رو به جای این انتخاب کنید. خودکاری که من دارم استفاده میکنم خودکار حرارتی هست، با حرارت اتو یا سشوار کاملا پاک میشه و این قسمت هایی که الان من دیگه نمیخوامش و ترجیح دادم بشقابو پایین تر بذارم رو برای خودم علامت میزنم که موقع نقاشی کردن بدونم که به این خطوط نیازی ندارم. برای اینکه دوتا گوشی که میکشم کاملا قرینه هم باشه، من پارچم رو به 4 تا میکنم و خیلی تخمینی جای گوش رو مشخص میکنم و گوش رو میکشم. معمولا نقاشی هایی که برای بچه ها هست چون حالت فانتزی داره خیلی نیاز نیست که رئال باشه و همه چیز خیلی پرفکت و رئال باشه، همه چیز کاملا فانتزیه. با استفاده از بشقاب شما میتونید خرس، فیل، موش، همه طرح‌های دیگه‌ای که خودتون در نظر دارید رو میتونید انجام بدید. خوبی استفاده از خودکار حرارتی این هستش که شما میتونید وقتی یه جای رو حالا اشتباه کردین یا اصلا پشیمون شدید خیلی راحت طرح رو تغییر بدید و نگران این نباشید که رد خودکار روی پارچه‌تون بمونه. الان من اونجا گوش رو کشیدم ولی پشیمون شدم و میخوام که جای گوش رو تغییر بدم، چون که چیزی که من دارم نقاشی میکنم یه زیر بشقابیه که معمولا به حالت افقی استفاده میشه و میخوام این طرح مورد استفادهم گوشش بالا باشه و حالت برعکس نداشته باشه. ته خودکار حرارتی یا یه قسمت پلاستیکی داره که حالا خیلی هم نرم نیست و اون قسمت به عنوان پاکن هم میشه ازش استفاده کرد، مگر حالا برای قسمت های کوچیکی که اشتباه کردین و ممکنه حین نقاشی اشتباه کنید و بخواید اونو اشتباهی رنگ کنین، میتونید از اون استفاده کنید و خطوط اضافی رو پاک کنید. ولی من خودم معمولا خط میزنم، قسمت هایی رو که اشتباه باشه خودم خط میزنم که بدونم که این قسمت رو موقع نقاشی نباید رنگ‌آمیزی کنم. خب الان طرح کلی کارمون مشخص شده، خطوط اضافیمون رو مشخص میکنیم و برای اینکه بخوایم جای چشم ابرو رو مشخص کنیم نیاز به خط تقارن داریم. اینکه وسط گردی صورت رو مشخص کنیم و بر اساس اون جای چشم ابرو رو مشخص میکنیم. اینجا از این خطکش استفاده میکنیم و به وسط کار قرار میدیم. الان من از این جعبه‌ای که دم دستم بود استفاده کردم، یعنی با در دسترس ترین چیزهایی که دارین شما میتونید کارتون رو انجام بدین. من اینجا حتی یه خط کاملم نکشیدم، میبینید یه نقطه چین کشیدم که فقط خط تقارن کارم مشخص بشه. فاصله دوتا چشمی که میکشم باید نسبت به خط تقارن یکی باشه. اینا کاملا میتونید تخمین بزنید، میتونید از خطکش استفاده کنید و بر اساس سانتی مترهایی که خطکش داره جای چشم و ابرو رو مشخص کنید. بینیشو بزرگ میکشم دقیقاً روی خط تقارن، یه مقدارش این طرف خط و یه مقدار دیگه اون طرف خط که کاملا حالت نصف داشته باشه. من خودم معمولا خیلی صاف در نمیاد چیزی که میکشم و میتونم دوباره اصلاحش کنیم، هیچ ایرادی نداره. حتی میگم کارهای فانتزی و کارهای بچه ها نیاز به دقت خیلی بالا و اینکه حالا بخواین خیلی دقیق باشه نداره. مهم اینه که طرح کلی کارتون خیلی بامزه باشه و که بچه ها باش ارتباط برقرار میکنن. برای سیبیلاش هم همینطور به حالت بازم تقارن رو در نظر میگیرم و الان برای یالهای شیر هم از خودکار حرارتی استفاده میکنم. جایی که طرح بشقابم بوده، جایی که فرو رفتگی بوده،
اونا رو در نظر میگیرم و به سمت پایین میکشم.